سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم حالتون خوب باشه. یه مطلبی رو میخواستم در مورد نوع بیان قرآن بگم. اینکه نوع بیان قرآن با توجه به زمان خودش نسبت به الان متفاوت بوده و اون جامعه‌ای که محمد توش بوده شناختش از انسان در حدی نبوده که کلمه داشته باشن واسه توضیح ساختار انسان، چون کلمه بعد از کشف و شناخت شکل میگیره. یعنی ما از یه چیزی شناخت پیدا میکنیم، چیزی رو کشف میکنیم و بعد واسش کلمه قرار میدیم که بتونیم توضیحش بدیم. بنابراین محمد جدای از آیات احکام و مناسک واسه توضیح ساختار انسان اومده از نوع بیان تمثیلی و نمادین و نشونه‌ای استفاده کرده که نیاز به تأویل و تفسیر دارن و در واقع چیزی که اساسی نداشته باشه، توهم باشه، نمیتونه با شناختی که الان انسان از خودش پیدا کرده با تجربه هامون جور در بیاد. مثال بزنم، مثلا تو داستان نوح میگه که نوح و کسایی که باهاش بودن و با کل زوجها سوار کشتی شدن و رو آب جاری شدن و اونایی هم که باهاش نبودن غرق شدن. الان که روانشناسا از روان انسان شناخت پیدا کردن، به قسمت پنهان روان میگن ناخودآگاه و به قسمت آشکار روان و درون میگن خودآگاه و نمادی رو که واسش قرار دادن دریاست. یعنی میگن که زیر دریا میشه نماد ناخودآگاه و قسمت پنهان درون و روان و بالای دریا میشه خودآگاه و قسمت آشکار روان. داستان نوح میخواد این مفهوم رو برسونه که کسایی که مثل نوح تسلیم حق هستن و مایلن به حق، در واقع حق رو دنبال میکنن، اون ندای حق درونشون رو دنبال میکنن، به این قسمت آگاهانه درون میرسن و آگاهانه پیش میرن، آگاهانه زندگی میکنن. و اونایی که حق رو انکار میکنن، حق رو پنهان میکنن، تو قسمت پنهان درون و پنهان روان غرق میشن و ناآگاهانه زندگی میکنن، ناآگاهانه پیش میرن. و این کل زوجها که میگه اینجا، کل زوجها هم یعنی هر زوجی که هست، حالا زوجهای مکمل مثل نر و ماده، یعنی تمام موجودات نر و ماده، زوجهای متضاد مثل شب و روز، تاریکی و نور، سرما و گرما، مثبت و منفی، یعنی هر چی که هست غیر از انسان، هر چی که هست، میگه که اونو هم جاری هستن، یعنی آگاهانه جاری هستن در هستی در واقع و هبوط ندارن، یعنی قسمت پنهان روان ندارن مثل انسان و از اراده در واقع پروردگار خارج نمیشن، از اراده خدا خارج نمیشن. مثل انسان این حالت دوگانه رو ندارن که حق انتخابی داشته باشن بین این دو حالت. و اینا تأویل دارن دیگه این داستان ها. مثلا الان بگیم داستان موسی، مثلا میگه موسی عصا زد، دریا شکافته شد. حالا خود دریا رو که گفتیم مثلا مفهومش چیه، و مثلا بیایم بفهمیم ببینیم نماد عصا چی. آره، اینا مفهوم درونی دارن در واقع، در مورد ساختار انسان هستن و نمیشه الان بیایم بگیم مثلا یه عصا میتونه یه دریا رو بشکافه. این خب جور در نمیاد، با در واقع با عقلم جور در نمیاد واقعا.